یه صحنه غریبی بود برای من، ته دل من واقعا خالی شد که من به مادرم گفتم که امشب منم اون فیلم خیلی نگاه در واقع ناامید کننده‌ای به من کرد مادرم، که مثلا این بود تهش. من ببین اصلا راضی نبود، انگار که در اون لحظه من خودم این کارو کرده بودم و هرچی من میگم فیلمه مادرم نمیپذیرفت. چی بود دقیقاً اون تیکر برام بگی؟ من زمانی که این تیر رو پرتاب کرد مادرم واقعا گفت الهی دستت بشکنه. بعد که من یادآوری کردم گفتم که با ما که نیستی مادر، این فیلمه، این فیلم من نقشش رو بازی کردم و اینا، یک نگاهی از سر حسرت به من کردم مادرم و ته دل من خالی شد. البته خب مادرم من خیلی دل تو این اون موقع که تیر رو پرتاب میکنید به طرف هست علی اصغر تو فیلم، درسته؟ اون سکانس لالای شب مهتاب، لالای دلان میتاب، لالای